سلام به همه بچهای گل توی خونه. اومدم امروز باهاتون یک سری شستشوی مغزی رو بهتون نشون بدم. چطور فقط با یه سری آمار ساده ما رو شستشوی مغزی میدن، چطور ساده ترین حقیقت ها رو از ما پنهان میکنن. این در مورد قوی ترین ارتش های جهانه. چطور ارتش های جهان قوی ترینن، کدوماشون بهترن، کدوماشون ضعیفترن، و فقط یه سری حقایق ساده رو من فقط میخوام باهاتون بررسی کنم. این آماری که میبینین، یعنی اگر اینو سرچ کنین، یکی از اصلی ترین نتایجی که براتون میاره به عنوان زبان فارسی اینه. میخونم براتون: اول ایالات متحده قوی ترینه، بعد دوم روسیه، سوم چین، چهارم هند، پنجم کره جنوبی، ششم بریتانیا، هفتم فرانسه، هشتم ژاپن، نهم ترکیه، دهم ایتالیا. چه چیزش دروغه؟ خیلی چیزاش تو همین آمار دروغه. سوال ازتون میپرسم: بین کره جنوبی و کره شمالی که کدوم قوی تره؟ کدوم بمب اتم داره؟ کدوم موشکاش میرسه به اون ور دنیا؟ موشک قاره پیما داره؟ کدومه که مردم جهان ازش میترسن؟ کدومه که واقعا برای جهان و امنیت جهان میتونه تهدید باشه اگه یک کشور دیگه حمله کنه؟ همه میگن کره شمالی، ولی اینجا کره جنوبی پنجمه. چطور میشه خود کره شمالی که میتونه کشورهای دیگر تهدید کنه، که کره شمالی که یک قسمت بزرگی از جمعیتش فقط ارتشه و اصلا یک حالت نظامی در کل کشور هست و کل کشور نظامیه و این موشک‌ها رو داره، این تهدیدات رو داره، چطور میشه در جز 10 تای برتری نباشه برای کره جنوبی باشه؟ کره جنوبی که نه بمب اتم داره، نه موشک قاره پیما داره، نه تهدیدی میتونه برای بقیه باشه و ارتشش هم یک ارتش دست آموز آمریکاست. و این کره جنوبی چطور میشه اینطوری باشه؟ و چطور میشه از بریتانیا و فرانسه بالاتر باشه؟ بریتانیا و فرانسه ای که خودشون بمب اتم دارن، بریتانیا و فرانسه ای که در جای جای جهان هر دوتاشون پایگاه‌های نظامی دارن، بر خیلی از کشورها تسلط دارن، چطور میشه؟ و این یک مورد کره جنوبی. مورد هشتم ژاپن. ژاپن چطور میشه از ترکیه و ایتالیا بالاتر داشته باشه؟ شاید بگین ژاپن خب بالاخره کشور صنعتیه، کشور پیشرفته است. قطعاً این یه چیزایی دارن که بالاخره به درد میخوره، خوبه، آره همه اینا رو دارن دیگه. بمب اتم که نداشته باشن تکنولوژی دارن. یک چیز دیگه، یک حقیقت ساده در موردشون میخوام بگم. تا همین امسال، تا همین 2-3 ماه پیش، ژاپن ارتش حمله کننده و ارتش واقعی نداشت. اصلا در بعد از جنگ جهانی دوم به ژاپن کشورهای برنده و به خصوص آمریکا اصلا اجازه نداده بودن به ژاپن که ارتشی داشته باشه غیر از نیروهای دفاعی. اصلا ارتش واقعی نداشته ژاپن، اصلا ارتش واقعی نداشته و نداره و تازه داره تشکیل میشه یک سری ارتش‌های مستقل برای خود ژاپن توسط رئیس جمهور جدیدشون. و چطور میشه این ارتش در جهت‌های برتر جهان باشه؟ یک ارتشی که صرفاً دفاعی و صرفاً یک جمع کردن نیروهای آموزشیه. و چطور میشه از ترکیه‌ای که دسترسی به بمب اتم داره، از ایتالیایی که خودش ارتش مستقل داره، به ایتالیا اجازه دادن ارتش داشته باشه، ایتالیایی که ارتش مستقل داره، و از ایرانی که ارتش مستقل داره، و از اسرائیل که ارتش مستقل داره، و از برزیل که ارتش مستقل داره، از آفریقای جنوبی که ارتش مستقل داره، از خیلی از کشورهای دیگه اروپایی که ارتش مستقل دارن، از بلاروس، از اوکراین که داره با روسیه میتونه بجنگه، از تایوان که ارتش دست آموزی داره ولی بالاخره یک ارتش واقعی داره، از همه اینها بالاتر باشه و هشتم باشه. چطور میشه؟ و حالا میبرمتون توی تاریخ و گذشته و آینده رو بخوام نشونتون بدم. در زمان جنگ جهانی دوم قوی ترین کشور و قوی ترین ارتش جهان در پروپاگاندای غربی، پروپاگاندایی که استعماری بود و کل جهان اداره میکرد بعد از جنگ جهانی دوم عوض شد توسط کمونیسم و کاپیتالیسم، چی شد که میگفتن ما قوی ترینیم و چی شد که اینو گذاشتن کنار؟ در زمان جنگ جهانی دوم اثبات شد که شوروی میتونست آلمان نازی رو شکست بده و بعدش به بمب اتم برسه، و آمریکایی که اولین بمب اتم رو روی ژاپن استفاده کرد و شکستش داد. چطور میشه که این دوتا در پروپاگانده غربی ارتشای اول جهان نبودن؟ شاید تو تاریخ بخونین که اونا رو به عنوان ارتش اول جهان دسته بندی میکردن الان، ولی پروپاگاندای انگلیس انقدر قوی بود که اون زمان میگفت من ارتش اول جهانم.
و حالا پروپاگاندای آمریکا قویه. چطور میشه که 70 سال میگه من قوی ترین ارتش جهانم؟ در پروپاگاندای بلوک شرق، پروپاگاندای کمونیستی میگفتن شوروی قوی ترین ارتش جهانه. حالا در پروپاگاندای چینی میگن چین قوی ترین ارتش جهانه. در پروپاگاندای روسی بازم میگن چین قوی ترین ارتش جهانه و روسیه قوی ترین ارتش جهانه در یکی دیگر از تفسیرها. حالا چی میشه که آمریکا اوله، در حالی که همین الان چند تا مثال ساده براتون بزنم. همین الان سلاحای روسیه و چین دارن که آمریکا نداره. همین الان چین به سلاحای و تکنولوژی‌های دسترسی داره که آمریکا نداره و همین الان چین تعداد کشتی‌های دریاییش از خود آمریکا بیشتر شده و کسی اینو نمیدونه. یعنی حدود 340 کشتی داره که آمریکا 310 تا داره. و چطور میشه اینا؟ و همین الان بزرگترین ارتش دنیا رو چین داره از لحاظ جمعیتی و روز به روز داره این قوی تر میشه و این حالا مربوط به آینده است. من ارتش اصلی جهان کاری ندارم، من میرم سراغ یه سری چیزای مشخص‌تر. چطور میشه پاکستانی که بمب اتم داره، تکنولوژی داره، سلاح‌های مختلف از جاهای مختلف گرفته و قوی تره از خیلی از این موردها، چطور میشه از ایتالیا که یک ارتش داره که بمب اتم نداره پایین تره، از ژاپنی که ارتشش اصلا واقعی نیست پایین تره، و از کره جنوبی که نتونسته با یه ابرقدرت به جنگه و فقط در جنگ کره یه زمان قدرت نمایی نشون داده پایین تره. چطور میشه پاکستان پایین تره؟ چطور میشه ایران نمیاد جز این 10 تا؟ حالا ایران رو داشته باشیم. یه چیزی ما شاید شنیده باشین توی اینترنت، در زمان تا سال 1357 ارتش ایران رو در زمان پهلوی دوم منظورمه، دسته بندی کرده بودن و عهده گذاری کردن به عنوان 5مین ارتش جهان که حتی میتونین سرچش کنین و بیارین. ولی چند آمار دیگه بهتون میگم که میتونین سرچ کنین. یک آمار خیلی ساده وجود داره. در سال که احمدی نژاد بر ایران حکومت میکرد و رئیس جمهور ایران بود، در اون سال ارتش ایران چندم جهان بود؟ شاید براتون سوال باشه چندم این ارتش جهان بود. و حالا ارتش عراق رو داشته باشین. اون زمان میگفتن که عراق 4مین ارتش بزرگ جهان رو داره، چند سال پیش، 30 سال پیش. و اینو میگفتن که چین 3مین ارتش بزرگ جهان رو داره و قوی ترین نیروی نظامی جهان همون زمان آمریکا بوده. اینا رو داشته باشین. حالا میریم سراغ یه چیز دیگه. زمان احمدی نژاد قدرت نظامی ایران رو گفته بودن 7م توی جهان. 7م. باورتون میشه؟ نه، خیلی باورشون نمیشه. ولی یه آمار دیگه الان توی تصویر اومد بالا، به اینم تحلیل میکنم براتون. همه اینا به کنار، الان ارتش ما چندمه و 10 سال پیش چندم بوده؟ 10 سال پیش 17 بود و الان اگه توی نقشه ببینین، اگه بشمارین از بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. یا آمار دیگه هم دیده بودم ایران 13می بود، تو این یکی 14میه. ایران الان 13ام 14ame، قبلا 17ام بود و الان شده 13ام 14ام. الان ایران قوی تره یه 20 سال پیش یا 10 سال پیش؟ قطعا الان، چون الان با اسرائیل جنگید و تو جنگ تونست پیش بره، تو جنگ تونست موشک بزنه، تو جنگ تونست منهدم کنه، تو جنگ تونست اقتصاد اسرائیل رو متلاشی کنه. حالا نمیدونم چقدر میدونین متلاشی شدنشو، آمار بورسشون رو نگاه کنین متوجه میشین منظورم از متلاشی شدن چیه. و این یه سری چیزای ساده است. و ارتشی که شاه تحویل داد و 5م بود نتونست جلوی جنگو بگیره، نتونست جلوی اینو بگیره که ایران اشغال بشه، نتونست جلوی اینو بگیره که ما مجبور بشیم 8 سال بجنگیم، نتونست جلوی اینو بگیره با اینکه خود صدام توی عراق کردا و شیعه ها دشمنش بودن، توی ایران 200,000 نفر در جنگ کشته شدن و نیاز
ایجاد شد که یک ارتشی کنار ارتش اصلی تشکیل بشه به نام سپاه و بسیجی‌ها 2 میلیون نفر برن بجنگن و همه اینا اتفاق بیفته و کلی سلاح بعدش مجبور بشن بسازن یا بخرن، همه اینا اتفاق بیفته و اون ارتش به درد نخور ایجاد بشه و همه اینها. و حالا یه چیز ساده تر نشونتون بدم، میایم پایین. الان دوباره آلمان رو در حدود 20مین ارتش جهان گذاشته و بالاتر از اسپانیا گذاشته و همرده اوکراین گذاشته که با روسیه داره میجنگه و همرده اسرائیل گذاشته که با خیلی از کشورها داره میجنگه و از ایران طبیعیه که پایین تر بذاره، از برزیل طبیعیه که پایین تر بذاره. ولی که سوال میپرسن چطوری که از اسپانیا بالاتر؟ اسپانیا ارتش رسمی داره، ارتش واقعی داره، ولی آلمان اصلا اجازه ارتش داشتن نداشته، یک ارتش نمایشی داشته، یک سلاح‌های نمایشی داشتن و همه اینها یک فکت ساده است، یک حقیقت ساده است که به کدوم ها ارتش دادن، به کدوم ها ارتش ندادن، کدوم ها بمب اتم دارن، کدوم ها تکنولوژی بیشتر دارن و همه اینها. چطور میشه که توی این آمار پاکستان و ترکیه که دسترسی به بمب اتم دارن از ژاپنی که ارتش واقعی نداره پایین‌تره؟ چطور میشه فرانسه که بمب اتم داره و در خیلی از کشورها پایگاه داره از ژاپن پایین‌تره؟ و چطور میشه انگلیس از کره جنوبی پایین‌تره و کره شمالی اصلا توی این 20 تا نیست؟ چرا؟ چون نمیخوان شناخته بشه کره شمالی چقدر بالاست. چرا ارتش ایران مثلا قدیم 7م یا 5م نمیذارن؟ چون فهمیدن که اگه این بالا باشه باعث اعتبار آوردن واسه ایران میشه. و یه چیز جالبتر بهتون بگم، ارتش مصر رو الان بالاتر از اسرائیل گذاشتید، در حالی که مصر ارتشش به درد نخوره، یک ارتش واقعا به درد نخوری داره که نمیتونه بجنگه، نمیتونه مقابله کنه در مقابل اسرائیل. قدیمش یه ارتشایی داشت ولی الان دیگه خیلی وقت ازش گذشته. و چطور میشه این مصر ارتشش از اسپانیا ضعیفتر، از اوکراین که در مقابل روسیه داره میجنگه بالاتره و از اسرائیل بالاتره که از اسرائیل به عین سگ میترسه و از استرالیا هم بالاتره. حالا استرالیا رو من کاری ندارم ولی اسرائیل و اسپانیا و اوکراینش واقعا عجیبه. و این یک حقیقت ساده است که شما میتونین لحاظش کنین. من یک سری از این دروغ‌ها رو نشونتون دادم که یک ذره با این قضایه قرص قرمزی که توی ماتریکس میخورین و از خواب بیدار میشین آشنا بشین.